سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی کانال یوتیوب من که قسمت اول دوره رایگان آموزش ساخت تامل هستش. من الان فرض میکنم که شما برای اولین باری که فتوشاپ رو دانلود کردین و وارد همچین محیطی شدین و هیچی راجع به این نرم افزار نمیدونید. تو مرحله اول ما قسمت نیو فایل رو انتخاب میکنیم و از اینجا یک فایل 1920x1080 با رزولوشن 72 ایجاد میکنیم و به بقیه تنظیمات دست نمیزنیم و کریت رو میزنیم. و حالا این پروژه ما ایجاد شد و ما قرار کل کارمون رو تو همچین محیطی با هم انجام بدیم. خب تو این قسمت من میخوام به شما نحوه سلکت کردن سوژه و روتوشش رو براتون یاد بدم که ببینید چطوری میتونین سوژه رو آماده کنین برای ساخت تامل. خب وقتی عکستون رو گرفتین یا حالا کارفرما عکسش رو بهتون داد، از قسمت فایل اوپن فایل رو میان انتخاب میکنین اون عکستون رو و این قفلش رو باز میکنین و با کنترل C و کنترل V وارد پروژهمون میکنین. ببینین که الان این عکس خیلی انگار زوم شده. در واقع این زوم نشده چون که رزولوشن عکس بالاتر از رزولوشن پروژه‌ای که ما ساختیم. اول میایم از این قسمت به اسمارت آبجکت تبدیلش میکنیم با گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت تا وقتی بزرگ و کوچیکش کردیم کیفیتش پایین نیاد. و بعدش میایم کوچیکش میکنیم و میاریم سر جاش. خب برای سلکت کردن این سوژه ما چند تا حالت داریم. بخش اول استفاده از پن تول هستش که میتونیم با پن تول با ظرافت جدا کنیم و بخش دوممون ابزار کویک سلکشن هستش که کارمون رو سریعتر میکنه ولی ممکنه یه خطاهای ریزی داشته باشه. این W رو میزنیم یا از این قسمت برای شما قرار اینجا باشه. این قسمت این ابزار رو انتخاب میکنیم، ابزار کویک سلکشن رو، و گزینه سلکت سابجکت رو میزنیم. ببینید که سوژه‌مون رو انتخاب کرد ولی حالا تو قسمت موها ممکنه سری ایراداتی داشته باشه ولی ما اون رو با هم میتونیم رفعش کنیم. وقتی اینطوری براتون سلکتش کرد میایم قسمت سلکت ام ماسک رو میزنید و همچین صفحه‌ای براتون باز میشه که فکر کنم برای شما یه همچین چیزی خواهد که می‌بینیم که موهاشو حالا زیاد جالب انتخاب نکرده. این قسمت‌ها ایراد داره ولی بقیه قسمت‌ها کاملا خوب و قابل قبوله. البته اینم بستگی داره که باشه کیفیتی عکس گرفته شده باشه و اینکه بک‌گراند اون عکس چقدر شلوغ باشه یا خلوت باشه. حالا ما این قسمت‌ها رو می‌خوایم اصلاح کنیم. میایم از این قسمت این ابزار براش رو انتخاب می‌کنیم و این قسمت این منفی رو میزنیم و با نگه داشتن آلت و کلیک راست اینو میتونیم بزرگ و کوچیکش کنیم و بتونیم اینو به آرومی این قسمت اضافه رو پاکش کنیم. و بعد از اینکه این کار کردیم این از قسمت این تنظیماتش کم بهش فدر میدیم و شیفت اج که می‌بینیم کمش میکنیم و اسموثش میکنیم و کانترست میدیم و به همچین حالتی در میاد. حالا اگه بخوایم میتونیم موهاش رو یکم مرکب‌تر هم بکنیم با استفاده از همین براش. به حالا من زیاد دست میزنم همینی که هست بمون. و یا اگه خوشتون هم نمیاد میتونین برای موها با استفاده از این ابزار بکشین رو موهاش تا موهای ریز اطراف رو هم سلکت بکنه. یه همچین حالتی در میاد که زیاد من برای اینکه تایم ویدیو طولانی نشه روش وقت نمیذارم. این شده از سوژه ما که حالا اگه بازم ناراضی بودین میتونین این براش رو انتخاب کنید یا با دکمه B توی حالت عادی قراره به وجود بیادش. یه همچین چیزی که میایم از این قسمت هاردنسش رو تا حدودی بالا میبریم و رنگش رو با دکمه X به سیاه تغییر میدیم و آروم این قسمت های اضافه رو پاکش میکنیم و میبینیم که الان سوژمون از بک‌گراند جدا شد و میتونیم کارهای دیگر رو روش انجام بدیم. میایم دوباره از این قسمت کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنیم و بریم سراغ روتوش سوژه. میایم یه کپی دیگه از این سوژه‌مو میگیریم. چه جوری؟ میتونین از شورتکات کنترل J استفاده کنین تا در واقع دوتا بتونین لایه از سوژه داشته باشین. و دومی رو میایم کریت کلیپینگ ماسک میکنیم روی سوژه پایینی و میایم از قسمت فیلتر و کامرا را فیلتر و از قسمت دیتیل نویز ریداکشن میدیم بهش و میایم تکسچر رو یه کمی میاریم پایین
میبینین که الان خیلی داغون شد که ما قراره فقط این قسمت صورتش که صاف شده رو روش اعمال کنیم. حالا چه جوری؟ میایم ماسک میکنیم و با استفاده کنترل آی ماسکشو برعکس میکنیم و با استفاده از یک براش سفید که گفتم از این قسمت با ایکس میتونیم رنگش رو تغییر بدیم، با استفاده از و هاردنس 0 بیاین رو توشش بکنیم. خب دوستان میبینین که الان تا حدی صورتش روتوش شد. میبینین که رنگ و نور زیاد مناسبی نداره و برای این دوباره میایم این دوتا رو با استفاده نگهداشتن کلید کنترل انتخاب میکنیم و کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنیم و میبینین که دوباره یک لایه شد و میایم داخل کامرا راو فیلتر که این بخشی هست که میتونیم ما رنگ و نور عکس رو تغییر بدیم و میایم حالا با این قسمت که ممکنه برای هر عکس متفاوت باشه رنگ و نور رو تنظیم میکنیم. و این قسمت شارپینگ هم باعث میشه یکم عکسمون تیز بشه و یادتون باشه که خیلی زیاد نبرینش بالا، چون که میبینید عکس رو پیکسل پیکسلی میکنه و زیاد جالب نمیشه. همین یه کمی ببریم بالا که جزئیات عکس بیشتر بشه برامون کافیه. و خب از این قسمت کالر میکسر هم میتونیم رنگ سوژه رو تغییر بدیم. همه اینا برای نور بود و از اینجا میتونیم رنگ رو تغییر بدیم. خب دوستان ما قصد داریم که لباسش رو به سیاه و سفید تغییر بدیم، برای همین من زیاد روی این قسمت کار نمی‌کنم و فقط تعدی کار می‌کنم که رنگ و نور صورت سوژه اوکی شه. خب و اینم از قسمت اصلاح رنگ و نورمون. می‌بینین که چقدر بهتر شد. خب الان همونطور که گفتم می‌خوایم لباس سوژه رو سیاه سفید کنیم. برای این میایم از این قسمت یک هیو سچوریشن میاریم و دوباره کریت کلیپینگ ماسکش میکنیم رو لایه پایینی و بعدش میگیم که این خودش یه ماسک داره و با استفاده از کنترل آی دوباره ماسکش رو برعکس میکنیم. از این قسمت سچوریشن رو میاریم تا ته پایین و با استفاده از یک براش سفید، اگه سیاه بود دوباره با ایکس میتونیم تغییرش بدیم، با استفاده از یک براش سفید شروع کنیم که این لباس رو سیاه و سفید کنیم. دوستان همینطور که میبینین ممکنه این خاطر نرم بودن براش کمی بزنه بیرون سیاه سفیدی. برای این کار میاین هاردنسش رو میبریم بالا، میدونم مثلا 90% ممکنه خوب باشه. همین بقیه کارا رو با استفاده از اون انجام بدیم و اگه اشتباهی زد بیرون با تغییر دادن رنگ براش به سیاه میتونیم این قسمت های اضافه رو به رنگ اصلیش تغییر بدیم. حالا چون که یقه این سوژمون خودش سفید هست آنچنان نیازی نیست که بخوایم سیاه سفیدش کنیم، فقط این قسمت ها رو به آرومی انجام بدیم کافیه. و دیدین که چطور تونستیم سوژه رو برای ساخت تامنیل آماده کنیم. حتما منتظر قسمت های بعدی باشین و تا ویدیوی بعدی بدرود.